میخوام یه شاتست از گیربکس DAE بهت بگم که اگر تعمیر کنی این ویدیو رو تا انتها ببین و سیوش هم بکن، چون میدونم یه روزی به کارت میاد. قبل از اینکه ماشین رو تحویل مشتری بدیم، تستایی رو باید ازش بگیریم. مهمترین تست فشاره. شاید خیلی از شما عزیزان بگین گیربکس DAE که مثل گیربکس AL4 و CVT های دیگه سنسور فشار که نداره، پس ما باید چجوری فشار رو اندازه بگیریم؟ بله، سنسور فشار نداره، اما پورت های فشاری رو براش قرار دادن که شما میتونید مانومتر ببندید و فشار رو اندازه گیری بکنید. الان این پورت فشاری که من دارم باز میکنم مربوط به کلاج 3.5 عقبمه. میام مانومترم روش میبندم و فشار رو اندازه گیری میکنم. دوستان در نظر داشته باشید قبل از اینکه این تست رو بگیرید، اول اینکه باید چرخ‌های محرک رو از روی زمین جدا کنید. دوم اینکه اگر ماشین ESP داره باید ESP رو خاموش بکنید. سوم اینکه حتما باید گیربکس گرم باشه. چرا؟ چون نشتی و فرار روغن توی گرما خودش رو نشون میده. خب حالا این پورتی که من گیج رو بستم مربوط به 3.5 عقبه. میام گاز میدم تا بره توی دنده 3 یا توی دنده 5 یا درجا میذارم توی دنده عقب. فشار رو بررسی میکنم ببینم رنج استاندارد داره یا نه. فشار پشت کلاج من استاندارد هست یا نه. و مورد بعدی این که این عقربه من چطور داره درگیر میشه. اگر به یک بار بیاد بالا خب این نشان دهنده ایراده، یا اگر فشار پشت کلاجم کم باشه نشان دهنده نشتی از داخل گیربکسه. ما داخل دوره DAE مون تست‌های قبل از تعمیر و حتی تست‌های بعد از تعمیر هم خدمتتون گفتیم که شما با دلی قرص و خیالی آسوده ماشین رو تحویل مشتری بدید. همین گیج فشار رو می‌بینید من کامل و مفصل داخل دوره بهش پرداختم. الان بهترین زمان خریدشه چون 57% تخفیف داره. ظرفیت محدوده. اگر می‌خوای جا نمونی دایرکت پیام بده. گیربکس DAE آشغاله. میگی چرا؟ بیا تا 4 تا عیب خاصشو بهت بگم. اول ایراد آب روغن قاطی کردنه که به خاطر ضعیف بودن متریال این خنکونه که توی ماشین‌های ایرانی اتفاق بیشتر میفته. ایراد بعدی تقه زدن و گاز هرز خوردن مابین دنده هاست که مهمترین دلیلش خرابی شیربرقی‌های شیفتینگ و شیربرقی‌های آن و آفمونه. ایراد بعد این که ماشین توی مود اضطراری از تعویضنده نداریم پشت آمپر چراغ گیربکس روشنه. اصلی ترین دلیلش به خاطر خرابی این دست سیم هستش. لخت میشه، به بدنه میگیره و خطای هایت ساید رو برای ما ثبت میکنه. نگاه بکنین اینجا به خاطر کیفیت پایین لخت شده، به بدنه میگیره و این عیب رو برای ما به وجود میاره. خب حالا این گیربکس عیب و ایراد کم داشت، اومدن توی نسل 7 جای اینکه اینا رو رفع کنن این کلاژ یک طرفه رو حذف کردن. با حذف این فشار افتاد روی این صفحات یک عقب. به خاطر همین توی نسل 7 این صفحات لو ان ریورس زیاد میسوزه. این فقط 4 تا عیب از گیربکس DAE بود. من عیب‌های خیلی زیادی رو توی دوره DAE خدمتتون گفتم که لازم بدونید تا توی تعمیرات سردرگم نشید. روز چهارشنبه از این دوره رونمایی میشه. به مناسبت رونمایی تخفیف ویژه داره. پس اگر میخواید 3 ساعت از دوره رو به صورت رایگان ببینید، استوریا رو دنبال بکنید. اگر هم سوالی دارید توی دایرکت بپرسید.